What color paper? Red. برای فیروز شمسیدینوف که از قوه بصیره محروم است، اینترنت در حالتهای ضروری نقشی چشم را اجرا می‌کرد. توسط برنامه‌های مخصوص از اینترنت او می‌تواند رنگ‌ها را فرق کند و هر موادی برایش لازمه را سری وقت معین نماید. که در وقتی نوبینا یگون چیز رو یگون مواد رو دیدن می‌خواهد، من معین کردم می‌خواهد، با واسطه برنامه‌هایی هستند که مثلا رنگ یا رقم یا اون چیزی که در روی کاغذ نوشته شده است معین میکنن برای نوبینا. بیمه ایس از برنامه‌های دوست داشته فیروز در اینترنت است. طریق این برنامه او می‌تواند خودش تنها به راه براید و سمت حرکت و علامت راه را معین نماید. Is here crosswalk? اینترنت برای اکثر همتایان دانشجوی فیروز هم محض برای دسترس کردن موادهای درسی مهم بود. حالا آنها میگویند با 180 سومونی که نفقه میگیرند دیگر نمیتوانند برای خود اینترنت بخرند. ضرر این بیشتر به اون شخصان دارای معیوبیت میرسد که طریق تعلیمات فاصلوی که نظامی نو است در جمهوری تاجیکستان، ضرر این به اونها بسیار میرسد بالا روی اینترنت، چون که شما ببینید که نظام تعلیمات فاصلوی خود تمام درس ها با واسطه اینترنت میگذرد. برای گروهی از نوبینایان اینترنت اگر چون یک وسیله برای دیدن چیزی خدمت میکرد، برای یک ارتش بزرگ مهاجران تاجیک این توری جهانی یگانه وسیله دیداری همسر و فرزند و والدان سالمندشان در تاجیکستان بود. عبدالرحیم سفرزاده یکی از پدران مهاجر است که سال 2017 با ارسال یک نامه به عنوان وزیر معارف تاجیکستان خواستند برایشان اجازه دهد تا طریق اسکایپ یا ایمو در مجلس‌های مکتبی فرزندان خود اشتراک کنند. اما حالا این مهاجران از آن نگرانند که اکنون با بالا رفتن نرخ اینترنت دیدار هر روزه آنها با فرزندان و نزدیکان محدود می شود. نرخ گرانی اینترنت امروز با جای رسید که دیگر مهاجران از قیمتی این نوع از قیمتی این استفاده اون کمی برند و تربیت فرزند هم برای اونها مشکل می شود. بعد تلاش‌های بی‌نتیجه برای پایین بردن نرخ استفاده از اینترنت در شبکه‌های اجتماعی، فعالان جامعه تصمیم گرفتند با یک مراجعتنامه دسته‌جمعانه به رئیس جمهور و دادستان کل مراجعت کنند. شام 22 اپریل دوام 2 ساعت در مراجعتنامه بیش از 200 نفر امضا گذاشتند. وقتی که سال 2018 برای سیم کارت ها 250 سومون گفتن می شود، مردم همه ناراضگی خود رو نوشتند، مراجعت کردند به پیشوای ملت. اون پس همین از بین بردند و برای همین ما میخوایم که ما میدونیم، ما امیدواریم که پرزیدنت همون همین نقطه اخرین رو به همین بلندشوی نرخ اینترنت میدونیم. با یک قرار هماهنگ شده مقامات نرخ استفاده اینترنت موبیلی گران شد، ولی نرخ اینترنت ناقلی به تغییر ماند. مسئولان دولتی سبب گرانشوی را کمبود درآمدی بودجه و هم زیان‌آور بودن تلفن‌های موبیلی به صحت انسان گفتند.